سلام بچه ها، این تاملینی که میبینید برای ویدیو بعد این کیکیه که کیک خامه‌ایه که مامانم برای تولد مانی درست کرده بود. اینم که همون کیک طرز یک کیک ساده است. ببینید چقدر اسفنجی و پف کرده و این کیک رو 5 روز حتی بیرون از یخچال هم بذارید خشک نمیشه. قواعد رو همینجوری که تو ویدیو میبینید رعایت کنید که کیکتون اسفنجی طور بشه. زمانی که خواستیم کیک خامه‌ای رو بهتون یاد بدیم، آموزش بدیم، در کنار هم یک روز خوب رو داشته باشیم دیگه، اعصابتون خورد نشه، کیکم اسفنجی نشد، نمیدونم این حرفا. خدمت شما عرض کنم که تخم مرغ‌ها رو میشکنیم، زرده رو از سفیده جدا میکنیم، سفیده رو کاملا با همزن، حالا چه دستی چه برقی، اگه دستی بود بیشتر، اگه برقی بود کمتر، هم میزنیم. روغن، گلاب، شکر، بیکینگ پودر و خدمت شما عرض کنم زعفرون هم که خودتون میدونید، زعفرون گلاب برای عطر و طعم و مزه غذاها و حالا کیک ها، دسرها و غذاهای مختلف به کار میبرن. بعد از هم زدن کامل این مواد با هم میریم سراغ اضافه کردن آرد به مواد اولیه‌مون. آرد رو همینطور که به کار اضافه میکنید هم بزنید، چون اگه آرد رو کار بریزید بعد هم بزنید اون اسفنجی طوره رو دیگه آخر کار ندارید. خدمت شما عرض کنم که بعد از هم خوردن و کاملا مخلوط شدن با هم یه جور باشه که نه زیاد غلیظ نه زیاد روون باشه، میریم برای چرب کردن قالبمون رو چرب میکنیم. از کاغذ شیرینی پزی استفاده میکنیم، حتی از کاغذ آچار هم بعضی ها روغنی میکنن استفاده میکنن، ولی میتونیم از کاغذهای شیرینی پزی استفاده کنیم، خیلی بهتر. و این برای اینه که کیکتون از ته نسوزه و زمان جدا کردن خیلی راحت جدا بشه. خدمت شما عرض کنم که مواد کیک رو بعد از گذاشتن کاغذ و چرب کردن مواد کیک رو همونجوری که تو ویدیو میبینید درون قالب میریزید، بعدم میره داخل فرن برای پخت کیک. مطمئن باشید اگر همین چیزهایی که تو ویدیو دیدید و گفتم و رعایت کنید، کیکتون اسفنجی و خیلی زیبا میشه. آره، اینم تیکه های شکلاته که بعضی اضافه میکنن یا حتی شکلاتی میکنن، به هم میزنن شکلاتی میشه. اینم که رخ کاره دیگه، میبینید چقدر چه حجمی داره و چقدر اسفنجی طور شده. جلسه و ویدیو بعد یک کیک خامه‌ای خوشمزه بدون فوندانت باشه که بتونید کاملا از خامه هاش استفاده کنید. فوندانت